يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق. قيم تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. و با عرض سلام و ادب خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و گرامی، با شما عزیزان هستیم. قسمت دیگری از برنامه امامان وهابی شیعه. همونطور که میدانید در این برنامه ما ثابت خواهیم کرد که امامانی که شیعیان امروز اونها رو به عنوان ائمه اهل بیت و امامان که از طرف الله سبحانه و تعالی نصب شدند برای هدایت بشریت و رسول الله صلی الله علیه وسلم ادعا میکنن که اینها رو جانشین بلافصل خودشون خواندن، اینا در حقیقت برخلاف آنچه که شیعیان تبلیغات میکنن و ادعا میکنن همون عقایدی رو داشتن که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله و شیخ الاسلام ابن تیمیه و علمای بزرگوار اهل سنت یا به قول آخوندها وهابیون داشتن، یا اینکه رؤسای به قول اینها وهابیت پیروان واقعی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و شیعیان آنها بودند. در این برنامه در قسمت هایی که گذشت برخی از این موارد رو مستند از کتاب های شیعه خدمت شما عزیزان نشون دادیم. همچنین ما پیام هایی برای مراجع شیعه 3 تن از اینها که بیشترین تالیفات و برنامه ها رو بر علیه به اصطلاح وهابیت داشتن ارسال کردیم و از اونها درخواست نمودیم که 3 باب از کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رو که بیشترین تضادها رو با عقیده شیعه و امامان اهل بیت دارن انتخاب بکنن و تاکید کردیم که این موارد اول صریح، دوم صحیح و سوم بی‌معارض باشد. این تصویر نامه است که به آیت الله ناصر مکارم شیرازی فرستاده شده. دفتر ایشون ناز کردن و گفتن که این نامه رو از طریق پست هم بفرستید که فرستادیم. به آیت الله جعفر سبحانی و به آیت الله نجم الدین طبسی هم که این 2 تن بیشترین کتاب ها و تعریفات و مقالات رو در رد اصطلاح وهابیت داشتن، برای اونها فرستادیم که متاسفانه یا خوشبختانه این جوابی تا الان دریافت نکردیم. امیدواریم که انشالله حداقل این شهامت و مردانگی رو داشته باشن که بیان و به این مسائل جواب بدن. مثل همیشه در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که من عرض ادب دارم خدمت ایشون. خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و السلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب علی انشاءالله خواهم بود. جزاکم الله خیر. همه شما عزیزان میدونید که زیارت قبور بخش کوچکی از شریعت اسلامی است. در ابتدای رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زیارت قبر منع شد، چون در اون موقع اعتقادات مشرکین به مسائل ماورای طبیعت
به ارواح و شیاطین و جن و ملائکه و به قبر و به مرده ها خیلی زیاد بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم در شروع منع کردند. سپس در حدیث صحیحی که در بخاری و مسلم هم اومده فرمودن که کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها یا الا فزوروها، من شما را از زیارت قبر منع کرده بودم، اکنون زیارت کنین. و در روایتی اومده که فانها تذکرکم الاخره، این زیارت قبر شما را به یاد آخرت می اندازد. دشمنان دین اسلام همانطور که خیلی از تحریف کردن، حتی قرآن کریم کلام الهی رو تحریف نمودن و ادعا کردن که قرآن اصلی طبق روایتی که در کافی اومده 17,000 آیه است و در نزد امام زمان است و در آخر از زمان میاره و این قرآنی که فعلا در نزد مسلمان ها هست علیاذ بالله تحریف شده و صحابه تغییر دادن. همه عبادت ها توسط این دشمنان قسم خورده اسلام، شاگردان عبدالله ابن سبع یهودی، دستخوش تحریف و یک نکته مهمی که باید بینندگان عزیز داشته باشن، ما در قرآن کریم در هیچ حتما شما زیارت قبر بکنید و اگر ما از این دنیا بریم از ما بازخواست نمیشه که شما چرا زیارت قبر نرفتید. رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک عبادتی سنتی فرمودن که زیارت قبر اشکالی نداره، شما میتونید قبر رو زیارت بکنید و سببش هم این است که انسان رو به یاد آخرت به این یاد میاندازه که ما هم یک روزی خواهیم مرد و وارد قبر خواهیم شد و سوال، جواب و عذاب یا ثواب در انتظار ماست. اینطوری که آب برای ماهی ها یک امر حیاتی است. اگر آب بود ماهی آب نبود ماهی میمیره. اگر قبر بود قبر نبود شیعه از بین میبره. بقای شیعه و وجودشون بستگی داره به وجود قبر. به خاطر همین به قبرستان ها، به گنبد و بارگاه ها خیلی اهمیت میدن و به حد پرستش میرسانن گنبد و بارگاه ها و قبرها رو که در برنامه این هفته که عنوانش هست قبر پرستی و خداپرستی در کنار قبر در خدمت شما عزیزان هستیم و انشاءالله جناب حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان مواردی رو که در کتاب توحید در باب 19 و در بعضی از چاپ‌ها در باب 20 در مورد قبر پرستی اومده، همین اعتقاداتی رو که محمد ابن عبدالوهاب داشته از کتب شیعه انشاءالله خدمت شما عزیزان نشون خواهند داد. ثابت خواهیم کرد در این برنامه که همون اعتقاداتی رو که وهابیا به قول اینها یا اهل سنت در مورد قبر و قبر پرستی دارن، همین اعتقادات رو ائمه بزرگوار اهل بیت هم داشتن. حضرت مولانا در خدمت شما است. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همین گونه که شما هم اشاره فرمودید موضوع برنامه امروز ما قبر پرستی و خداپرستی کنار قبر هست. آیا چون این امری در شریعت اسلامی جایز هست یا جایز نیست؟ و در مورد قبر و قبر پرستی و عبادت الله متعال در کنار قبر یک سری مطالب گسترده‌ای هست، عنوانهای متعددی هست که انشاءالله در طی چندین برنامه خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود و این مطالب را مجزای از هم با تفصیل انشاءالله بحث خواهیم کرد. بحث زیارت قبور بود که شما بهش اشاره کردید، چه زیارتی جایز هست چه زیارتی ناجایز هست، محدوده زیارت شرعی چه هست، مورد اتفاق و مورد اختلاف با شیعه چه هست، این انشاءالله در یک برنامه جداگانه خواهیم رفت. بحث بناء بر قبور به صورت کلی، ساختن قبر، تعمیر قبر یک بحث جداگانه هست که انشاءالله به اونم خواهیم پرداخت. نماز در کنار قبر
و همچنین ساختن مسجد در کنار قبر عنوان این بابی هست که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در اینجا بیان فرمودن و همچنین بحث سفر برای زیارت قبر یک بحث باز جداگانه است که انشاءالله اینها را در جلسات متعددی خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود. در مورد قبر پرستی یا خدا پرستی در کنار قبر روایت متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده و تعداد زیادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم 10-15 نفر از اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم و همسران ایشان این مطالب رو ذکر کردند. من جمله سمره ابن جندب هست، حضرت ابو هریره، واصله هست، حضرت اسامه ابن زید هست، زید ابن ثابت، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، جندب ابن عبدالله، همسران رسول الله، ام حبیبه، ام سلمه، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنهم اجمعین و بسیاری دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم این روایات را بیان کردند. روایت بسیار گسترده‌ای هست، حتی که در حد تواتر هم در واقع میرسد. مطلبی که در مورد بحث قبور هست، یعنی بنای مسجد در قبرستان یا نماز خواندن به طرف قبر یا در کنار قبر، مطالبی هست که اینها رو باید از همدیگر تفکیک بکنیم تا اینکه بیننده بهتر متوجه بشن. مطلب اول نماز خواندن بر روی قبر هست. نماز خواندن بر روی قبر به معنی سجده کردن بر خود قبر، که در این زمینه هم روایاتی رو داریم از حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه در سنن ابن ماجه اومده که روایت هم روایت صحیح هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردند که ان یبنا علی القبور او یقعد علیها او یصلی علیها، که بر روی قبر نماز خونده بشه، که این موارد رو از کتاباشی هم انشاءالله من عرض خواهم کرد، به خاطر اینکه موارد بحث یعنی مجزا و تفکیک بشه این تقسیم من خدمت بینندگان عرض میکنم. پس چندین قسمت در مورد قضیه قبر صحبت خواهیم کرد. بله هستیم، مطالب زیادی هست که انشاءالله در یک جلسه تمام نخواهد شد. مورد اول نماز خواندن بر روی خود قبر به معنی اینکه قبر زیر پای ما باشه یا زیر سر ما باشه وقتی سجده میکنیم. روایات متعددی نزد شیعه و سنی هست، این یک مبحث هست در اینجا که ناجایز هست. مبحث دوم سجده کردن به طرف قبر هست، یعنی قبر جلوی ما باشه و ما به طرف قبر سجده بکنیم که روبروی ما در واقع قرار بگیره. در این زمینه روایت متعددی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. روایت حضرت واثله هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیها. روایت دیگری در این زمینه از حضرت عبدالله ابن عباس و بقیه اصحاب است که به طرف قبر نماز نخونید، یعنی روبروی شما قبر نباشه وقتی که نماز میخونید. این مطلب دوم. و مطلب سوم نماز خواندن در کنار قبر هست. الان تفاوتی نداره، روایت مورد قبلی که قبر جلوی روی شما باشه، مورد دیگر سمت راستتون باشه یا چپتون باشه یا پشت سرتون باشه. نماز خواندن در کنار قبر آیا جایز هست یا جایز نیست، که در این زمینه هم روایات متعددی صحیح و صریح هم نزد شیعه اومده و هم نزد اهل سنت و جماعت، از روایات رسول الله از طریق اهل سنت و از روایات اهل بیت رسول الله از طریق شیعه با سند صحیح و صریح در واقع بیان شده. جمهور امت اسلامی از صدر اسلام و تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت بر این اتفاق نظر دارند که ساختن مسجد بر روی قبر و کنار قبر حرام هست. امر اتفاقی هست تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت. این قضیه هیچ ارتباطی به بحث وهابیت و بحث سلفیت و ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب ندارد. علمای اهل سنت و الجماعت در قرن دوم و سوم، حتی در قرن اول اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایات و آثاری که نقل شده همه بر این اتفاق نظر دارند که ساختن مسجد در کنار قبر و عبادت الله در کنار قبر یک امر مکروه و حرام و ناجایزی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردند. البته آقایون وقتی که میخواند که شیعه رو از اهل سنت جدا بکنند با ترفند این که اینها وهابی هستند، وهابی ها میگویند که اجازه نمیدهند که در کنار قبور صالحان مسجد ساخته بشود. وهابی نیست، تمام اهل سنت و الجماعت بلا استثناء و تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت مذاهب عربی بر این اتفاق نظر دارند. یعنی ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه مانند موارد دیگر در این زمینه هم
صرفاً عقیده مورد اتفاق و اجماع تمام اهل سنت و الجماعت رو بیان کردند. ارتباطی به وهابیت و ابن تیمیه ندارد. صرفاً به خاطر این که قضیه برای بینندگان عزیز مشخص باشه که این بحثی نیست که محمد ابن عبدالوهاب این رو ایجاد کرده باشه یا ابن تیمیه این رو به وجود آورده باشه. من فقط از صحیح ترین کتابی که اهل سنت و الجماعت دارن صحیح بخاری هست. در این زمینه بابی هست که در مورد عدم جواز بنای مسجد بر روی قبر، همچنین در صحیح مسلم که در اینجا صحیح مسلم من در کنار من هست و اگر دوستان این نمایش بدن به خاطر اینکه قضیه واضح بشه که این عقیده ارتباطی به محمد ابن عبدالوهاب ندارد و صرفا عقیده تمام اهل سنت و الجماعت هست. صحیح مسلم هست که بارها اینو نمایش دادیم. در این کتاب بابی وجود داره، در کتاب المساجد و مواضع الصلاة باب سوم هست. در اینجا باب النهی عن بناء المساجد علی القبور، یعنی این باب در مورد روایاتی هست که نهی کردند از ساختن مسجد بر روی قبرها و همچنین اتخاذ صور فیها و تمثیل و مجسمه درست کردن در اون مساجد و بر روی قبرها و نهی عن اتخاذ القبور مساجد و نهی از این که قبرها را تبدیل به مسجد بکنند. بنای مساجد بر قبرستان و اتخاذ صور در اون مساجد و قبرستان و همچنین نهی از اتخاذ قبور مساجد که قبرها رو تبدیل به مسجد بکنند. این مواردی هست که امام مسلم رحمت الله علیه که ایشون متوفای 261 هستند در قرن سوم، این که معروف ترین کتاب اهل سنت است و قبل از این صحیح بخاری هم بابی رو به همین عنوان در واقع دارد و بقیه کتاب‌های اهل سنت و جماعت که من نمیخوام فعلا که روایاتی رو که در این باب امام مسلم آورده اشاره بکنم، ان شاءالله که در ادامه برنامه به این میپردازم. فقط در این قسمت من میخواستم اینو عرض بکنم که این مسئله منع بودن و حرام بودن و ناجایز بودن بنا و ساختن مسجد بر روی قبر یک عقیده مسلم و یک حکمی هست که در نزد اهل سنت و الجماعت هر چهار مذهب وجود دارد و در زمان صحابه بوده و در زمان محدثین و تمام ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت بر این اتفاق نظر دارند و هیچ ارتباطی به وهابیت ندارد. گرچه آقایون اینو در بوق و کرنا کردند که بله وهابیت مخالف این قضیه هستند، نه مخالفت نه وهابیت مخالف با این قضیه هست، نه اهل سنت و الجماعت و نه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، فقط شیعیان معاصر مخالف این قضیه هستند. یعنی این که شیعیان هم مخالف اهل سنتند و هم مخالف اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه حرفی غیر از حرف محدثین امام بخاری و مسلم و فقها امام ابو حنیفه و شافعی و مالک و احمد رحمت الله علیهم حرفی غیر از حرف اینها رو نزده. در کنار این که این عقیده و این دین و مذهب و این حکم شرعی برگرفته هم از اقوال ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ائمه اهل بیت ذکر کردن بله، در کتابشون. دقیقاً همین روایاتی رو که در صحیح مسلم اومده، در صحیح بخاری اومده و شیخ محمد ابن عبدالوهاب در کتاب خودش از آن استدلال کرده، دقیقاً همین روایات با همین الفاظ و با الفاظ دیگری و با روایات با سند صحیح و صریح نزد شیعه در واقع بیان شده که جای فراری نداره. خب شاید اینا رو ساخته باشن و در کتب شیعه اضافه کرده باشن. منتها نه وقتی که میگن که صحیح هست، سندشون صحیحه، اگر اینو بگن دیگه مذهب شیعه رو ریشهشون در واقع خودشون زدن. در هفته گذشته من نقطه رو اشاره کردم که یکی از تفاوت‌هایی که شیعه با خوارج داشتن این بود که شیعه معتقد به این هستند که قرآن زهر و بطنی داره، تا 10 تا زهر داره، 70 تا یا 70,000 بطن گفته بودند که دارد اگر اشتباه نکنم. متاسفانه شیعه اومدند کلام الله متعال را به خاطر این به این طرفند که کلام الهی قابل فهم نیست، یک ظاهری داره یک باطنی داره، هر باطنی هم صدها و هزارها باطنی دیگه داره، لایه های زیادی رو داره که انسان‌های عادی نمیتونن اینو در بیارند که معنیش چی هست. با این روش اومدن قرآن رو از اعتبار ساقط کردند. یک شیعه عامی الان جرأت نمی کند که مستقیما برود سراغ آیات قرآن کریم و ترجمه قرآن کریم رو نگاه بکند ببیند که الله متعال چه دستوری بند داده. در مورد احادیث اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم متاسفانه شیعه اومدند، منظور از شیعه مراجع شیعه مانند آقای سبحانی و آقای طبسی و مکارم شیرازی و بقیه کسانی که مسجد سازی بر روی قبر رو تبلیغ میکنند، اینا اومدند اقوال صحیح و صریح
امامان اهل بیت را، امامان شیعه را با 1001 بهانه توجیه کردند تا اینکه بتوانند اینها را بر زمین بزنند، به بهانه این که با وهابیت یا اهل سنت مخالفتی کرده باشند. یا همون دکانایی که درست کردن قطعا شما اشاره فرمودید که اگر قبر نباشه در مذهب شیعه دیگه شیعه وجود نداره، نه مرجع تقلید درآمدی برای خودش داره و نه هم انگیزه‌ای برای ادامه این دین و مذهب در واقع دارن. ببینیم که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در این زمینه چه فرمودن. ایشون در باب 19 این چاپی رو که من دارم، قبلا اشاره کردم که در برخی از چاپ‌ها باب 19 هست، به خاطر اینکه مقدمه این کتاب را یک باب جداگانه حساب کردن، وگرنه در اصل این باب 19 هست. در اینجا می‌فرمایند که باب ما جاء من التقلیز فی من عبد الله صالح فکیف اذا عبده. دوستان نمایش بدن این جمله را و این باب را که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه می‌فرمایند که در این مطلبی که اومده که تشدید وارد شده، تغلیظ هست از جانب الله و رسول در مورد کسانی که در کنار قبر یک انسان نیکوکار الله را عبادت بکنند، تهدید و وعیدی که برای عبادت کردن الله در کنار قبر انسان صالح و نیکوکاری وارد شده، چه برسد به این که انسان بیاد مستقیما قبر را یا صاحب قبر را عبادت بکند. عبادت الله در کنار قبل انسانهای نیکوکار یا غیر نیکوکار حرام هست، ناجایز هست، وعید شدید اومده، لعنت و نفرین رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اونهایی هست که این کار رو انجام بدهند، چه برسد به این که یک انسانی بخواد بیاد که خود صاحب قبر را عبادت بکند. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه روایاتی رو که قبلا نمایش دادم از کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم این رو آورده. فی صحیح، در روایت صحیح اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که این روایت هم در صحیح بخاری هست و هم در صحیح مسلم هست. از عایشه نقل برای رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک معبدی رو دیده بودن در سرزمین حبشه و در اون صوری بود، تصاویری در اون کنیسه بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم اولئک اذا مات فیهم الرجل، نیکوکاری میمرد بر روی قبرشون مسجدی میساختن و صوروا فیه تلک الصور، و صورت و تمثیل و مجسمه رو هم در اون اضافه میکردن. اولئک شرار الخلق عند الله، اینها بدترین انسانها هستند نزد نزل رسول الله صلی الله علیه و سلم تفق یطرح، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع دچار مرض الموت شد و سکرات موت رو داشتن، چادری رو داشتن یعنی کم می آوردن، این چادر رو از روی سرشون برمی داشتن. فقال و هو کذالک، در اون حالت و در همان لحظات آخر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله الیهود و النصارى، الله متعال یهود و نصارا را نفرین بکند. چرا؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اونها قبر پیامبرانشون رو تبدیل به مسجد کردند، یعنی بر روی قبر پیامبرانشون مسجد می ساختن. یحذر ما صنعوا، منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم این توضیح حضرت عایشه هست، به خاطر اینکه ما رو از این کار نهی بکنه این حرف رو فرمودن ولولا ذلک لابرز قبره غیر انه خشی ان یتخذ مسجدا، وگرنه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بیرون در واقع دفن میکردن، به خاطر اینکه قبرشون تبدیل به مسجد و محل نماز نشه این در حجره خودشون دفن کردن. روایت دیگری از امام مسلم هست از جندب ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه، ایشون میگن که سمعت النبی صلی الله علیه و سلم قبل ان یموت بخمس، 5 روز قبل از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم من از ایشون شنیدم که فرمودن انی ابرأ الی الله ان یکون لی منکم خلیل فان الله قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراهیم خلیلا ولو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابابکر خلیلا. و در ادامه میفرمایند که الا و ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائهم مساجد، ملت های پیشین عادتشون این بوده که
قبرهای پیامبرانشون رو تبدیل به مسجد میکردن. الا آگاه باشید، هشدار میدن رسول الله صلی الله علیه وسلم، فلا تتخذوا القبور مساجد، مواظب باشید قبرها رو تبدیل به مسجد نکنید. انی انهاکم عن ذلک، من شما را از این کار نهی میکنم. فرموده صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند. و جالب این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم با اینکه روایات متعددی قبلا عرض کردم از 10-15 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم در موارد متعدد ذکر شده، خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم در آخرین روزهای عمر خودشون اومدن و این مطلب را در واقع بیان کردند، به خاطر اینکه مردم را و مسلمانان را در واقع هشدار بدن. و در ادامه شیخ محمد ابن عبدالوهاب بازم روایت دیگری را آورده از مسند احمد به سند جید عن ابن مسعود رضی الله عنه مرفوعا ان من شرار الناس من تدرکهم الساعه و هم احیا، بدترین انسان ها اون کسانی هستند که قیامت برگزار میشه، قیامت میرسه، اونها زنده هستند. والذین یتخذون القبور مساجد، و کسانی که بر روی قبور مساجد میسازند. رواه ابو حاتم فی صحیحه. و این مطلب از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هم نقل شده در کتب شیعه، کتاب مسند امام علی سید حسن قبانجی اینو نوشته جلد 3 صفحه 121. این دقیقاً همین تعبیر رو داره که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میگویند که من شرار الناس من یتخذ القبور مساجد، که البته از کتاب‌های اهل سنت و الجماعت اینو نقل کردن. این مطالبی هست که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در این کتاب و در این باب آورده و مطالبی را که ایشون از این روایات صحیح و صریح استنباط کردن. این مطالبی هست که در صفحه بعد هست، تقریبا 16 مسئله هستند که ایشون در اینجا آورده که رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی کردند از بنای مسجد بر روی قبرستان، نهی کردند از تماثیل و صور گذاشتن در کنار قبرستان یا در داخل مسجد، و در این زمینه رسول الله صلی الله علیه وسلم وعید زیادی رو بیان کردند، نهی کردند از این کار و فرمودند که این کار یهود و نصارا هست و لعنت کردند اونها را و هدفشون این بود که امت رسول الله صلی الله علیه وسلم از این کار باز بیایند. و مطالب دیگری که در این زمینه شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در این کتاب بیان کردند. دیدیم که مطالبی رو که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در اینجا بیان کرده بود هیچ کدومشون از خودشون نبود، از صحیح بخاری و مسلم و تنهایی از صحیح مسلم، از مسند امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه و از کتاب‌های معتبر اهل سنت و الجماعت این مطالب را نقل کرده بود. روایات صحیح و صریحی در مورد این که ساختن مسجد بر روی قبرستان حرام هست، ناجایز هست، انسان نباید چنین کاری رو انجام بدهد و یک عملی هست که جز آیین یهود و نصارا بوده، نه اینکه جز دین یهود و نصارا بوده، بلکه یهود و نصارا این رو ایجاد کردن، بدعتی بوده که اونها در واقع اینو ایجاد کردن، وگرنه در دین یهودیت و نصرانیت هم این در واقع نبوده. این همین مطالب در کتاب‌های شیعه هم در واقع اومده و هیچ اختصاصی به کتاب‌های اهل سنت و الجماعت ندارد. به طور مثال در کتاب تفصیل وسایل شیعه که بارها این کتابو خدمت بینندگان عزیز نمایش دادیم، کتاب تفصیل وسایل شیعه الی تحصیل مسائل شریعه، تعریف شیخ محمد ابن حسن حر آملی هست. البته در کتاب‌های دیگر اهل تشیع هم این روایت اومده. جلد دوم این کتاب هست که بخش در مورد کتاب صلات هست، الجزء الثانی از این چاپی که بنده دارم و از چاپ‌های دیگر جلد سوم هست. در این کتاب روایات متعددی رو آورده از امامان شیعه و این روایات با سند صحیح نقل شده از ائمه شیعه که انشالله به اون هم اشاره خواهم کرد. من جمله این مواردی هست که بابی رو داره، باب جواز صلات بین القبور علی کراهیت، نماز خوندن در میان قبرها با وجود کراهیت، یعنی میگه که جایز هست اما مکروهه، الا مع تباعد 10 اذرعین من کل جانب، مگر در صورتی که انسان 10 ذراع از هر طرف از قبر فاصله بگیره. و جمله من المواضع التي تکره الصلاة فيها، و مواردی که در اونجا نماز خوندن جایز نیست. من جمله یکی از این موارد این است که قال که امام صادق فرمودن نه رسول الله صلی الله علیه و سلم ان تجسس المقابر و یصلی فیها،
منع کردند از این که قبرها گچکاری بشه و ساخته بشه و این که در قبرستان نماز خونده بشه. این یک مطلب دیگری که اومده در روایت دیگر محمد ابن یعقوب از محمد ابن احمد با سندی که آوردن در اینجا از قال سألته عن الرجل يصلي بين القبور، از امام صادق سوال شد که کسی که در میان قبرها نماز میخونه رفته توی قبرستان میتونه نماز بخونه یا خیر؟ لا یجوز ذلک، چون این چیزی جایز نیست، نماز خواندن در کنار قبرها جایز نیست الا ان یجعل بینه و بین القبور اذا صلى 10 اذرع، مگر این که 10 ذراع فاصله بگذارد در میان خودش و در میان قبرش. اگر قبر روبرویش هست 10 ذراع باید باشه و از پشت سر از سمت راست و از سمت چپ حتما باید 10 ذراع باشه و بعد از اون اگر خواست میتونه که نماز بخونه. و روایت دیگری باز هم با همین سند اومده و در صفحه بعدی از ابو عبدالله نقل شده که فرمودن 10 مواضع لا یصلی فیها منها القبور، 10 جا هستند که نماز خوندن در اونجا درست نیست، نباید نماز خونده بشه، یک از اونها قبرستان هست. و همچنین در روایت بعدی این مطلب را قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الارض كلها مسجد الا الحمام والقبر، همه جای نماز خوندن هست مگر حمام و قبر. و در روایت بعدی هم میگوید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى ان یصلى علی قبر، مطلبی که عرض کردن که نماز خوندن بر روی قبر او یقعد علیه، که کسی بر روی قبر بنشیند او یبنا علیه. روایت بعدی هست در باب بعدی که باب انه یجوز لزائر الامام ان یصلی خلف قبره او الى جانبه ولا یستدبره ولا یساویه ولا تبنى المساجد عند القبور او بینها، مساجد در بر روی قبور در کنار قبر و میان قبرها نباید ساخته بشه. در اینجا میگه و اما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافله ولا فریضه، سجده کردن بر روی خود قبر نه در نماز نفلی درسته و نه در نماز فرضی. مطالبی رو که من در ابتدای برنامه به صورت تفکیکی جدا کردم. روایتی که در اینجا هست محمد ابن علی ابن حسین قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تتخذوا قبری قبلة، قبر ما را قبله قرار ندید که به طرف قبر من نماز بخونید، یعنی وقتی که نماز میخوانید قبر من روبروی شما قرار نگیرد. ولا مسجدن، و مسجد هم قرار ندید قبر ما را، یعنی بر روی قبر من مسجد نسازید. فإن الله عز وجل لعن اليهود حيث اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، الله متعال یهودی ها را لعن کرده به خاطر این که کنار قبرهای پیامبرانشون مساجد ساختن، قبرها رو تبدیل به مسجد کردن، بدین خاطر الله متعال اونها رو لعن کرده. از این معلوم می شود که ساختن مسجد حتی در دین یهود و نصرانیت از جانب الله متعال بوده، بدعتی بوده که یهود و نصارا ایجاد کردن، وگرنه الله متعال اونها رو لعنت نمی کرده به خاطر یک حکم شرعی که به اونها دستور داده باشه. و این روایت سندش صحیح است و این روایت که از زراره در واقع نقل شده و جواهری در کتاب جواهرالکلام خود جلد 8 اینو میگه که صحیح زراره، که اینو در واقع نقل کردند از محمد ابن علی که از امام ابو جعفر هست و همچنین در کتاب‌های دیگر اهل سنت و الجماعت این کتاب‌های شیعه این نقل شده. زراره هم وهابی بوده جناب استاد؟ اگر قرار بر این باشه که یعنی عقیدهشون نگاه بکنیم همشون وهابی بودن. زراره که به جای خودش امام زراره وهابی بوده که امام ابو جعفر در واقع هست و این روایت عرض کردم که سندش سند صحیح است. روایت دیگری هست که در این زمینه باز هم اومده که از کتاب علل در اینجا نقل کرده از زراره، فکر کنم روایت زراره این روایت بعدی باشه که از محمد ابن علی اومده، روایت اولی نمیدونم که قبل از اون روایت راویش چه کسی هست، منتها با همین سند قال لا تتخذوا قبری قبلة ولا مسجد فإن الله، دقیقاً همین روایت هست که از زراره هم در واقع نقل شده. در روایت بعدی که از زراره هست از ابو جعفر قلت له الصلاة بین القبور قال بین خللها، هر دو تا روایت از زراره هست. قال لا تتخذ شیئا منها قبلة، هیچ قبری رو قبله قرار نده، یعنی به طرف در واقع قبر نماز نخون. جالب اینجا است که سوال چی هست؟ الصلاة بین القبور، در میان قبرها من میتونم نماز بخونم؟ گفت وقتی که در میان قبرها نماز میخونی بین خللها، در لابلای قبرها، با اون تفاصیلی که در روایت قبلی اومده بود که 10 ذراع باشه اشکال نداره. ولا تتخذ شیئا منها قبلة، هیچ کدام از این قبرها را قبله قرار نده، یعنی روبروی تو در واقع قرار نگیرن. فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى عن ذلك،
رسول گرامی اسلام از این کار نهی کردند و قال لا تتخذوا قبری قبلة ولا مسجدا، قبر مرا نه قبله قرار بدید، نه جلوی نمازتون باشه و نه مسجد قرار بدید. فإن الله لعن الذين اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، الله متعال کسانی را یعنی یهود و نصارا را که قبرهای پیامبرانشان را تبدیل به مسجد کردند، الله متعال اونها را نفرین کرده. گفتم که شیعه دنبال 1001 بهانه هست و میخواد که به یک صورتی قول امام را به زمین بزنه. جالب در اینجا هست که حر عاملی میگه که اقول هذا محمول علی الکراهه لما مر. خب معنی این هست، این روایت میگه که حمل بر کراهت میشه، یعنی حرام نیست. درست رسول الله نهی کردن، گفت این کار رو نکنید، اما حرام نیست و مکروهه. خب مکروه که باشه چی؟ وقتی گفتن مکروهه یعنی جایزه، اونم به معنی حرام هست. وقتی که یک کاری رو رسول الله و امامان گفت ما اینو نمیپسندین، شما این کار رو انجام ندهید، آیا این نشانه محبت با امام و با پیامبر هست که ما بگیم نه شما نپسندید الان ما میپسندیم؟ این مخالفت با امام. به هر صورت یک از توجیهاتی است که ایشون میگه که هذا محمول علی کراهه لما مر و یحتمل النسخ، احتمال داره که نسخ شده باشه. خب کجا نسخ شده؟ نسخ نیاز به تاریخ داره. این قول از اقوال امامان شما در واقع ثابت شده. آیا در مذهب شیعه حرفی رو، حکمی رو که پیامبر ثابت کرده، امام بعد از اون میتونه بیاد اون حکم رو منتفی بکنه؟ الان این در زمان پیامبر این حکم بوده، جز دین بوده، الان امام بگه که نه شما حق ندارید، این خلاف دین هست. امام چنین حقی رو نداره، امام مشرع نیست. و یحتمل ان یرید بالقبلة ان یصلى الیه من جمیع الجهات کالکعبه. این واقعا توجیه عذر بدتر از گناهه. میگه که شاید منظور این باشه که شما قبر رو قبله نکنید، یعنی مثل کعبه از 4 طرف به طرف قبر نماز نخونید، اما اگر از یک طرف به طرف قبر نماز بخونید که روتون به طرف قبله باشه جایز است. این خود روایت در اینجا صراحت است که زراره از امام ابو جعفر پرسیدن که در میان قبرها نماز بخونم یا نه. ایشون میگن نماز بخون، منتها مواظب باش که جلوی رویت قبری نیفته. باز اومده این توجیه میکنه که نه منظور این است که قبله قرار ندید، مثل کعبه قرار نباشد. و بالمسجد ان یصلی فوق القبر لما مر فی التوقیع، و منظور از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تتخذوا قبری قبلة ولا مسجدا، همون روایت هست که بر روی قبر من نماز نخونید. خب مسجد گرفتن روی خود قبر به اندازه جثه یک انسان که نمیشه مسجد در اونجا بنا کرد. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ولا مسجد، نه قبله قرار بدید و نه مسجد قرار بدید. روایاتی که سجده کردن بر روی خود قبر باشه روایات جداگانه‌ای هست که یک امر جداگانه هست، و ساختن مسجد در کنار قبرستان خودش یک امر کاملا جداگانه‌ای هست که در واقع موارد دیگری هست که از دیدگاه ائمه شیعه و امام والجماعت در واقع جایز نیست. این روایت در کتاب‌های شیعه روایت موثقی هست که من لا یحضر الفقیه اینو آورده و گفته که موثق هست، که در روایت دیگری هست که باب زیارت القبور که در کتاب در کتاب فروع کافی اومده که از امام سوال کردن در مورد زیارت قبرها، ایشون فرمودند که بله زیارت قبر جایز هست، اما در کنار قبر نباید چیزی رو در واقع بنا بشود. این باب زیارت قبور کتاب فروع کافی هست، کتاب الجنایز جلد 3 کتاب اصول کافی باب 156 هست، و در این روایت هست عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد از عثمان ابن عیسی عن سماع قال سألت عن زیارت القبور و بناء المساجد فیها، سوال کردم از زیارت قبور و بناء مساجد در قبرستان. این روایت دیگه صریحه که من سوال کردم از امام که آیا زیارت قبر جایز هست و آیا ساختن مسجد در قبرستان جایز هست یا جایز نیست، و بناء المساجد فیها، یعنی که باشه مسجد رو در داخل قبر، این اگر بخوان توجیه بکنن که مسجد رو در داخل قبر یعنی بنا بکنیم که این واقعا خنده‌دار هست. فقال اما زیارت القبور تبنا عندها، باید در کنار قبرها مسجد و مساجد بنا بشوند. اینها روایات صحیح و صریحی است که هم در کتاب‌های اومده و غیر از این در کتاب‌های شیعه و در کتاب‌های حدیثی شیعه به صورت جداگانه اومده. به طور مثال شهید اول در کتابی که دارن ذکر شیعه فی
فی احکام شریعه در این کتاب جلد دوم صفحه 35 یک مطلبی رو داره که میگه که المشهور و کراهت البناء علی القبر و اتخاذهم مسجدا، که چیزی قولی که مشهور هست این است که بنای بر روی قبر و این قبر رو تبدیل به مسجد کردن قول مکروهی است. و حتی ایشون میگویند که از مبسوط نقل میکنند، مبسوط آقای توسی میگه و فی المبسوط نقل الاجماع علی کراهت البناء علیه، که در کتاب مبسوط توسی اجماع رو نقل کرده که بنا کردن بر روی قبر در واقع یک امر مکروه و ناجیز. من قبلا عرض کردم چون که شیعه دنبال بهانه میگرده مخالفتی رو انجام بده با روایات اهل سنت و الجماعت و با روایاتی که از جانب خود شیعه اومده، واقعا یک مطلب قابل توجهی رو ایشون در این کتاب خودشون ذکر کردن. دوستان نمایش بدن در کتاب بهار الانوار جلد 40 هست از این چاپی که بنده دارم و جلد 79 و 80 از چاپ‌های دیگر هست. در این کتاب در صفحه 15 مطلبی رو داره، بعد از اینکه روایاتی رو در اینجا آورده و نقل می‌کند و میگه که تحقیق و تفصیل و فی المبسوط نقل الاجماع علی کراهت البناء علیه، در کتاب مبسوط توسی نقل کرده اجماع را بر کراهت بنا بر قبر، که نقل کرده که به اجماع شیعه البته در زمان توسی مکروه هست، یعنی ناجایز ناپسند هست بنا کردن و ساختن بر روی قبر. و بعد از این روایاتی رو که من قبلا عرض کردم در اینجا آورده و روى الصدوق عن سماعة انه سأله علیه السلام عن زیارة القبور و بناء المساجد فيها فقال زیارة القبور لا بأس بها، من مطلبی رو که در کافی اومده بود ولا يبنى عندها مساجد. وقال الصدوق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله تعالى لعن اليهود حيث اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اون روایتی رو که اهل سنت نقل کردن با سند صحیح در صحیح بخاری و مسلم، همین روایت در کتاب شیعه با سند صحیح هم در واقع اومده. این قلتو آقای مجلسی چی میگه که اون کسانی که پیرو مجلسی هستن مانند آقای سبحانی و مکارم شیرازی و غیره، مستندشون این حرف آقای مجلسی هست. قلتو هذه الاخبار رواها الصدوق و الشیخان، این اخبار را صدوق و شیخان روایت کردن، هم صدوق روایت کرده و دو تا شیخ دیگه یعنی توسی و آقای کلینی، یعنی اصحاب کتب اربعه شون، اصحاب کتب اربعه این روایات را توسی صدوق نقل کرده و شیخان توسی و کنیلی نقل کردن و جماعت المتأخرین فی کتبهم ولم یستثنوا قبرا، و هیچ قبری رو مستثنا نکردن، مطلقاً گفتند که بنا بر روی قبر جایز نیست، مسجد ساختن بر روی قبر جایز نیست، چه قبر امام باشه چه قبر غیر امام باشه. میگه ولا ریب فی ان الامامیه مطبقه علی قضیتین، اما هیچ احتمالات صحیح کردن هیچ عیب ایرادی ندارن، بازم میاد بگه که اما شیعه برخلاف این قضایه در واقع عمل کردن. من هذه احداهما، یک از این دو مورد بنای بر قبر هست و دیگری نماز خوندن در مشاهد مقدسه. شیعه ها برخلاف عقیده عموم اهل سنت و عموم اهل بیت و روایاتی که صدوق و شیخین آوردن اومدن گفتند که بنای بر قبر هم جایزه به رغم انف امامانشون و همچنین خواندن نماز در کنار مشاهد مقدسه هم در واقع گفتند که جایز هست. خب دلیل این مخالفت چی هست؟ این رو باید خود آقایون در واقع توضیح بدن. به چه دلیلی شیعیان صفوی امروزه اومدند و روایات امامان اهل بیت را که صحیح و صریح است و همسوی با روایات صحیح اهل سنت و الجماعت است اینها را به دیوار زدند؟ اگر یک سنی یا به قول شما یک وهابی یک سلفی بیاد روایات صحیح و صریح امامان اهل بیت رو بگیره و بر اون عمل بکند، آیا حقش این است که اون را با لقب وهابیت و خلاف اسلام و نمیدونم بقیه القاب اون صدا بزنید؟ آفرین بر محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه که پیرو و متبع واقعی رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و دیدیم که عقیده وهابیت محمد ابن عبدالوهاب و عقیده توسی و نمیدونم آقای شیخین که نقل کرده روایتی که اونو نقل کردن و عقیده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم امام باقر امام جعفر صادق دقیقاً یک چیزی هست، بالاتفاق میگویند که بناء بر روی قبر و مسجد ساختن بر روی قبر جایز نیست. جزاکم الله خیر. برای بینندگان عزیز گرامی
دیدید که امامان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طبق این روایاتی که در کتاب‌های معتبر اینها وجود از ساختن بنا بر روی قبر و نماز خواندن به طرف قبر و اون شرکیات و کفریاتی که امروز در کنار مقابر و بارگاه‌های ائمه صورت میگیره. جناب استاد کتاب الوافی رو آوردید. این آقا مثل که وهابی بوده. وهابی که همهشون هستن. من کردم یا اعلام بکنند که محمد ابن عبدالوهاب پیرو اهل بیت هست یا امامانشون وهابی هستند، یا این قضیه رو برای ما حل بکنند که واقعا چرا اون چیزی که محمد ابن عبدالوهاب گفته دقیقا همون چیزی هست که امامان معصوم شما با سند صحیح گفتند و به چه دلیل شما قول صحیح و صریح امامان خودتون رو به دیوار زدید. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز گرامی، میان برنامه با هم میبینیم و بعد از اون انشاءالله برمیگردیم خدمت جناب حضرت مولانا در استودیو تا ببینیم که کتاب الوافی چه دستگلی به آب داده. با ما باشید. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. نجوما في سماء العز صاروا، لهم نور تلألأ كاللآلي، كرام والسخاء لهم رداء، وفيهم جمع الطيب الخصال، خصال جملتهم طيبات، كغرس جاده قطر الطلال، فما احتاج الفقير لهم سؤالا، عطاياهم تنال بلا سؤال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. على الأعداء دائرة رحاهم، بضرب البيض أوطان العوالي، وداسوا فوق أهواء الضلال، ولم يرضوا بغير الله ربا، فلا في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، دون بهائه بدر الكمال. له آل النبي ميامين رضا الرحمن غايات
بلغهم به شوملوا ففازوا بالنوالي تأسوا بالمشفع يوم حشر العرش دوما عليهم عد حبات الرمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقي شبه المحال مقام في الذرى صعب المنال شبه المحال رفيع دون الثريا ودون بهاء الكمال له آل نبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآله مريمين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي قيم تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق قيم تلوح ومنهج يتألق درر هنا. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. از همین لحظه احمد جان شماره تلفن برنامه رو زیرنویس میکنن و مطلب کوتاهی است که جناب حضرت استاد کتاب الوافی رو باز کردن. انشالله بعد از این مطلب میریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستیم. یعنی باید کوتاه بگم دیگه. غیر از این مطالبی که عرض کردم که نزد اهل سنت و الجماعت روایاتی که اهل سنت و الجماعت دارند و همچنین روایاتی که شیعه دارند با سند صحیح دیدیم که هیچ گونه تفاوتی با همدیگر نداشتند. از دیدگاه امامان اهل سنت و از دیدگاه امامان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ساختن مسجد در کنار قبرها به قول آقای مجلسی هیچ هر قبری ذکر نکردند. ائمه نهی کرده بودند از خواندن نماز در کنار قبرها. این عقیده مسلم اهل سنت و الجماعت و همچنین ائمه تفاوتی رو با هم دیگر ندارند. همان عقیده ای رو که امام داشتن دقیقاً همان عقیده رو شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در باب 19 و 20 کتاب التوحید خودشون بیان کردن. اما آقایون شیعیان صفوی اینو دوست ندارند و میگن که این مذهب وهابیت هست، در صورتی که قبل از محمد ابن عبدالوهاب و قبل از ابن تیمیه همین حرف رو امام باقر و امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنهما بیان کردند. این یک مطلب دیگر این که من تعجب میکنم که شیعیان چرا این همه اصرار میکنند بر بنای ضریح و بنای قبر امامان و ساختن مسجد و نماز در کنار قبرهای امامان خودشون، در صورتی که در روایات صحیح و صریح و متعدد شیعه هم صحیح هست، هم صریح و هم متعدد هست. یکی دوتا روایت نیست، روایات زیادی در این زمینه اومده که امامان شیعه و پیامبران در روی زمین نیستند، در قبرهایشون وجود ندارند مثل بقیه انسانها. با روایات صحیح و صریح ثابت شده که امامان شیعه نزد الله متعال هستند و در قبرشون به هیچ عنوان باقی نمیمانند. و بزرگان شیعه در این زمینه ابوابی رو تألیف کردند. عنوان باب رو این گذاشتند که امامان شیعه در قبرهایشون نیستند، به هیچ عنوان در اینجا حضوری رو ندارند.
خب وقتی که امامی در قبر نیست، خب این قبر چه ارزشی رو داره؟ مثل یک مسیری هست که امام از اونجا گذشته باشه. الان شما باید بر اون بیایید مسجد بسازید. گیریم که بناء مسجد در کنار قبور صالحان جایز باشد، اما صالحان و امامان شما در قبرهایشون نیستند که بخواید کنار قبرشون مسجد بسازید یا عبادت بکنید در اونجاها، یا مزار و عبادتی رو و زیارتنامه‌ای رو بخواید برای اونها بخوانید. اینها هم خلاف عقل و هم خلاف نقل هست. من فقط چند مورد رو از کتاب‌های شیعه رو عرض می‌کنم. یک مورد رو که شما گفتید مختصر اینو عرض بکنم. در کتاب‌های دیگر شیعه به طور مثال جامع احادیث شیعه بابی هست، باب ما ورد فی ان الانبیاء علیهم السلام اذا ماتوا ودفنوا یرفع ارواحهم و جثثهم الى السماء و كذلك الاوصیا. این عنوان باب هست. عنوان یک باب فراتر از یک حدیثه، یعنی این که چندین حدیث وجود داشته و فلان محدث چون که این روایت رو قبول داشته و صحیحند و صریحند، قابل استدلال و معتبر هستند، از این روایات یک مطلبی رو استنباط کرده و اونو گذاشته عنوان باب و سرفصل این فصل در واقع قرار داده. کتاب وافی جلد 8. از این کتاب مبارکتری فکر نکنم که شیعه داشته باشه. کتاب الوافی هست، مال فیض کاشانی، دوستان که همیشه این کتاب رو دیدن، و جلد 14 کتاب حج و عمره و زیارت هست. من گفتم که این کتاب مبارکترین کتاب شیعه هست به خاطر اینکه مجموعه 4 کتاب اصلی و دسته اول شیعه هست. کتاب کافی و استبصار و تهذیب و من لا یحضر الفقیه رو در خودش در یک جا در واقع جمع کرده، به اضافه توضیحاتی که خودش از طرف خودش داده. در صفحه 1337 این کتاب و باب 172 باب 172 این کتاب هست، باب ان ابدانهم علیهم السلام لا تبقى فی الارض و ان مجهزهم ربما یعان. باب در مورد این که ابدان آنها، بدنها و جسمهای امامان شیعه علیهم السلام لا تبقى فی الارض، در زیر زمین باقی نمیمانند، در زیر خاک برای همیشه نیستند. در این زمینه چندین روایت را آورده. روایت اول با این شماره‌ای که گفته از کافی هست، جلد 4 صفحه 567، العدة عن احمد، با این سند که ذکرش کرده، و همچنین تهذیب با این شماره‌ای که در اینجا گفته، جلد 6 106 و شماره 186 از محمد ابن احمد ابن داود، و همچنین در کتاب من لا یحضر الفقیه با این سند و شماره 3161 از علی ابن حکم رو در واقع نقل کرده از امام ابو عبدالله علیه السلام، از امام ابو عبدالله علیه السلام، امام جعفر صادق نقل کرده. جمله این هست، توجه بکنید، میگه که ما من نبی ولا وصی نبی یبقى فی الارض اکثر من 3 ایام. نه پیامبری و نه وصی و جانشین پیامبری در زیر خاک بیشتر از 3 روز باقی نمیمانند. وقتی که دفنشون کردن، نهایت وقتی که بمونند شاید تا 3 روز بمونند، شاید حتی تا 3 روز هم نموندند و شاید هم چند روز دیگر هم اضافه بمونند بنابر روایت دیگری که در این زمین اومده. اما چیزی که متفق علیه هست این است که در زیر خاک باقی نمیمونند برای همیشه. ما من نبی ولا وصی نبی یبقى فی الارض اکثر من 3 ایام، حتی چکار می شود؟ امام کجا می رود؟ حتی یرفع روحه و لحمه و عظمه الى السماء، تا این که روحش، گوشتش و استخوانش به آسمان برده می شود. نگند که روحشون نیست، روحشون در آسمانه. خیلی سریع، حتی یرفع روحه، روحش بلند میشه، گوشتش بلند می شود و استخوانهایش از زیر زمین بلند کرده می شوند، الی السماء، اونها رو به آسمان می برند. و انما یؤتی مواضع آثارهم و یبلغونهم من بعید السلام و یسمعونهم فی مواضع آثارهم من قریب، که این ارتباطی با بحث ما ندارد. اون چیزی که محل شاهد هست و موضع استدلال هست این است که امامان شیعه بیشتر از 3 روز زیر خاک قرار نمی گیرند و گوشتشون و خونشون و روح و استخوانشون به آسمان برده می شود. و جالب اینجا است که آقای کاشانی همین توضیح داده، حمل هذا الحديث على ظاهره ليس بمستبعد في عالم القدرت. میگه این که الله متعال انبیا و اوصیا رو از زیر زمین برداره به آسمان ببرد، این از قدرت الله متعال در واقع دور نیست. این یک روایت و با سندهای مختلف و از کتابهای متعددی که شیعه دارند.
و همچنین در صفحه بعدی روایت دیگری را آورده، روایت دوم از تهذیب آورده، جلد 6 صفحه 106 و شماره 185 این روایت رو نقل کرده با سندی که در اینجا آورده و الی آخر تا اینکه سند میرسد به امام ابو عبدالله. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تمکث جثة نبی ولا وصی نبی فی الارض اکثر من 40 یوما. جثه یک پیامبر یا وصی پیامبر بیشتر از 40 روز در زیر زمین در واقع باقی نمیماند. و همچنین روایات دیگری رو در عنوان دیگری که در عنوان باب ذکر شده بود در اینجا در واقع آورده و بیان کرده که در وقتی که امامان بمیرند فرشتگان میان و اونها رو تشییع جنازه میکنند. غیر از این روایات دیگری در واقع اومده از که آملی در منتقل جمان اینو نقل کرده در جلد 1 صفحه 318 و میگه باب اجساد الانبیاء والمعصومون علیه السلام بعد الموت و روایتی رو در این زمینه آورده. روایتی رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردن در کتاب مستدرک سفینه اومده و که جلد 9 صفحه 517 هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انا اکرم علی الله من ان یدعنی فی الارض اکثر من 3 لیال. من نزد الله متعال عزیزتر از این هستم که بیشتر از 3 روز مرا در قبر خودم در واقع بگذارند. و همچنین در کتاب بحار الانوار جلد 42 صفحه 292 اومده زمانی که حسن و حسین رفتن حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو دفن کردن در اونجا و وصیت کرد حضرت علی رضی الله تعالی عنه به سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه و گفت که فاذا اردت الخروج من قبری، وقتی که مرا قبر کردی و خواستی از قبر من بیرون بیایی فافتقدنی، نگاه بکن که من هستم یا نیستم، نگاه بکن که من هستم یا نیستم. فانک لا تجدنی، شما ما رو در قبرم در واقع نمیبینی. میگوید که و اینی لالحق بجدک رسول الله، من فورا ملحق میشم به جد تو یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. روایات متعددی هست اما وجه مشترکشون این هست که ائمه بعد از اینکه دفن میشوند برای همیشه در زیر خاک باقی نمیمونند. علی فورا رفته و امام دیگری که از شیعه از امام ابو عبدالله گفته بود که بیشتر از 3 روز باقی نمیمونند و روایت دیگر اومده بود که بیشتر از 40 روز باقی نمیمونند. رسول الله فرموده بوده من بیشتر از 3 روز باقی نمیمونم. منتها مشترک این روایات و حلقه وصلشون اینجا هست که به اتفاق تمامی این روایات انبیا و اوصیا پیامبران و امامان شیعه در زیر زمین قرار نمیگیرند. و روایتی رو که من عرض کردم قبلا آوردم از کتاب وافی که از کافی در واقع نقل کرده بود، هم کافی و تهذیب و فقیه، یعنی 4 کتاب اصلی، 4 امام اصلیشون در دست اولشون آقای کلینی و آقای توسی و آقای صدوق تمام این روایات رو نقل کردن و این روایت هم صحیح است. در کتاب مرآت العقول جلد 18 صفحه 283 آورده که الحدیث الاول صحیح و همچنین در مرآت العقول جلد 26 صفحه 10 میگوید که اعلم ان هذا الخبر بظاهره ینافی ما رواه الصدوق بسند صحیح عن ابی عبدالله انه قال ما من نبی ولا وصی نبی یبقى فی الارض الی آخر. یعنی در چند جا از کتاب خودش آورده و تصریح کرده که این روایات صحیح هستند و روایات دیگری هم در این زمینه هست که من به خاطر اینکه بحث طولانی نشود از بیانشون من در واقع انصراف میدم. اما سوال اینجا هست که وقتی که با روایات صحیح و صریح در مذهب شیعه از چند امامشون نقل شده که امامان شیعه در زیر خاک نیستند، به چه دلیل شما میروید سر قبرشون در واقع دعا میکنید یا مسجد میسازید، تبرک میجویید و عبادت میکنید؟ این رو باید از نظر عقلی جواب بدید یا روایاتتون رو نقد بکنید، به دیوار بزنید یا عقلتون رو متهم بکنید و همون گونه که بسیاری از شیعه متاسفانه عقل خودشون رو اجاره دادن به آخونده هایی که این گونه مزخرفات رو به خورد مردم میدن. جزاکم الله خیر. برای بینندگان عزیز و گرامی از همین لحظه تماسهای شما عزیزان رو میگیریم و من امیدوارم که آخوندهای شیعه به خودشون یک کمی یک خورده غیرت و جرأت بدن و تماس بگیرن و در مورد این روایت ها صحبت بکنن. اولین تماس رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من محمد هستم از یزد.
آقا محمد بفرمایید. سوال برنامه اینه آقا محمد که تشکر میکنیم از آقای دهقان مولانا که خیلی با متانت و سنگین و با ادب خلاصه اظهارات مخالفت خودشون رو اظهار میکنن و ما خیلی تشکر میکنیم ازشون. و میخواستم در رابطه با این صحبت‌ها که فرمودید من 3 تا مسئله خلاصه میگم تو 1 دقیقه که وقت بیننده ها گرفته نشه. اصل زمین مسجد النبی به حضور شما عرض کنم که قبرستون مشرکا بوده به حدیث بخاری، یعنی مسجد النبی روی قبرستان مشرکان بنا شده. این حدیثی که صریحا تو بخاری اومده. قبر خود حضرت رسول الله کنار مسجد النبی بوده. خلفای اول و دوم کنار حضرت رسول الله بعد از یه چندین سال دفن شدن. اگر که حضرت رسول الله مثلا فرض کنید که یه حدیثی هست که پیامبران هر جایی که فوت کردن همونجا دفن میکنن، چرا خلفای اول و دوم رو دفن کردن؟ اونا که پیغمبر نشدن. درست؟ آیا خب آقا محمد یکی بفرمایید. نکته سومی رو بفرمایید. من یک سوال دارم از شما. نکته سومم این بود که میخواستم بگم که چرا اون صحابه های حضرت رسول الله وقتی که دیدن حضرت رسول الله به هر حال در معرض فوت بودن، داشتن نصیحت میکردن، از این صحبت ها میکردن، اگر اطلاع داشتن از این موضوع که مسجد نباید کنار قبر پیغمبر باشه و حدیث هم میدونستن که حضرت رسول الله همونجا دفن میشن، ایشینا منتقل نکردن به یه جایی که مسجد نباشه. درست. الان من یک سوال دارم از شما. در مورد روایت صحیح نظرتون در مورد این روایت های صحیحی که وجود داره که میگن اولا اجساد انبیا و اوصیا در داخل قبرهاشون نیست، روایت های صحیح در کتبتون وجود داره و علامه مجلسی هم گفته که این روایت صحیح هست و دیگر نهی شده از طرف اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ائمه اهل بیت، که گنبد و بارگاه بر روی مسجد نسازن. ببینید این حدیث ها باطله به دلیلی که مخالفتش با قرآنه. انا بشر مثلکم. هیچ جا اینا ادعا نشده. هر جا که خلاف قرآن باشه ما رد میکنیم اینا رو. هر کی میخواد گفته باشه، مجلسی باشه، اون باشه، همه حدیثای ما رو شما آقا محمد بزرگوار، آقا محمد مجلسی نه، امام باقر و امام صادق. آقا محمد ما به مجلسی کار نداریم. امام باقر، امام جعفر صادق میگن که اجساد ما در قبرهایمان نمیمانه، الله سبحانه و تعالی منتقل میکنه به آسمان 3 روز یا نهایتش 40 روز. یعنی اینها علیاذ بالله دروغ گفتن؟ این حدیث اشتباهیه به نظر من. البته نه جناب عالی آقا محمد یعنی امام جعفر صادق قرآن رو نمیدونست، آقا محمد از یزد قرآن رو میدونه؟ امام جعفر صادق تو کتاب بهار الانوار آقای مجلسی 110 جلد حدیثه، همش خودش هم گفته همه اینا رو ما جمع کردیم، راست و دروغ با همه. خب این یکی رو گفته که راسته، آقای وافی در فیض کاشانی گفته این درسته، مجلسی گفته درسته، کلینی میگه درسته، آقای محمد از یزد میگه درست نیست. این چه منطقیه؟ آقای انصاری شما یک سوال دیگه، من خب باشه شما در این مورد آقا محمد نه شما و نه بزرگتر از شما جوابی ندارید غیر از این که فلسفه بگید. آقا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در داخل مسجد دفن هستن یا در داخل خانه خودشون؟ داخل خانه خودشونه. تشکر از شما. تشکر از شما آقا محمد. آقا محمد تشکر از شما. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. مادامی که پیامبر صلی الله علیه و آله داخل خانه خودشون دفن هستن دیگه تموم شد. خودتون جواب سوالات خودتون رو دادید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله جناب محترم انصاری صاحب. بله بفرمایید برادر گرامی خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ می‌زنید؟ من اقبال هستم از آلمان خدمت جناب شما تماس میگیرم. بفرمایید برادر بزرگوار. جناب انصاری عزیز، من یک سوال داشتم که چند روز قبل در یکی از این تلویزیون‌های افغان که در امریکا نشر میشه
در اونجا یک کسی بود و بس در سخنهای خود این قدر گفت که ما خود قبلا شنیده بودیم و در کتابا هم ما خوانده بودیم که امی قرمتی ها که امروز هم ما از شنیدم که اینا حجرالاسود کشیدن بردن، اینا امو اسماعیلی ها بودن و در احسا بردن و این چیز. خب البته بر کلگی است و این را چندین بار شدیم. این امی شخص گفت که محمد ابن عبدالوهاب وقتی که در حجاز پیدا چی به آمدن، اینا هم امی کار کردن و حجرالاسود از اینجا کشیدن و بردن در جای ما. این بار اول بود که از حلقوم اینمتر یک آدم اینمی حرف من میشنوم و این در مورد از این که این چطور بوده اگر شما لطفا روشنایی پسین که اینی باز سوالا را در اذهان مردم باش چشم در این مورد صحبت میکنیم. البته همین شخص هم سنی هست که همین حرف زد، ولی آدمی جاهلی هست که من اونم میشناسم. این همین حرف زدن در همین قسمت اگر لطف بفرمایید و روشنی پرتین بسیار خوش میشم. تشکر از توجه شما. تشکر از شما. زنده باشید. تشکر از شما. خداحافظ. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد انصاری، شبتون بخیر باشه. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ حمید هستم استاد، هفته قبلم خدمتتون بودم. آقا حمید هفته قبل شما در جلوی میلیون ها بیننده دروغ گفتید که در کشف شبهات همون مطلبی رو که ذکر کردید متاسفانه این در کشف شبهات نیست و شما دروغ گفتید. اول به خاطر اون دروغتون معذرت خواهی بکنید، باز اگر مطلبی داشته باشید انشالله من در خدمت شما هستم. خب الان اجازه همین جواب بدم. بفرمایید. آقای انصاری مثل اینکه شما فراموش کردین، شما خودتون روایت اصلا پیدا کردید اومدید گفتین لسانت دروغ نگفتید. نه شما دروغ گفتید. آن چیزی که در کشف شبهات بود چیز دیگه بود من خوندم، اما اون مطلبی رو که شما خوندید از کشف شبهات، اولا این کشف شبهاتی که شما میگید از محمد ابن عبدالوهاب 147 صفحه است، دروغه. یعنی همه چاپ های کشف شبهات رو بگردید از 70-80 صفحه بیشتر نیست. این یکی. ثانیاً اون مطلبی که شما گفتید دروغ گفتید که در کشف شبهات نیست. به خاطر این مطلب اگر معذرت خواهی میکنید من اجازه میدم صحبت بکنید و الا با شما خداحافظی میکنیم، چون آدم دروغگو حق نداره در این شبکه صحبت بکنه. شما هم عذرخواهی کنید چون شما همین مطلب آوردید به خود. آقای محترم شما دروغ گفتید. اون چیزی که من خوندم چیز دیگه بود. اونجا محمد ابن عبدالله میگه کسی که عبادت بکنه و واسطه قرار بده مثل مشرکین که این کارو میکردن بت‌هاشونو یا عیسی علیه السلام که نصارا میکردن، این ربطی به اون حرف شما نداره. آن چیزی که شما گفتید در کشف شبهات نیست. اجازه میفرمایید؟ بفرمایید. بله. حالا در کشف شبهات نیست جناب مولانا شما گفتن این نظر اجماع اهل سنت. آقای محترم همین مطلبی که شما گفتی که در کشف شبهات است، چرا دروغ گفتی؟ چرا دروغ؟ شما بخون همون مطلب. ببین یک لحظه الان گوش کن. من اینجا صداتو دارم که شما همین دروغ رو گفتی که در کشف شبهات صفحه 147. چه دروغ گفتید اینجا؟ واقعا من مطلب درست خوندم، شما دروغ گفتید، مطلب دروغ آوردین نشون دادید. سبحان الله. اصلا کدوم چاپ؟ الان شما بخون همین مطلب رو، بخون از کتاب کشف شبهات صفحه چندم. الان من اینجا میارم، شما گفتید در کشف شبهات صفحه این مطلب. الان بخونم اون مطلب دوباره. بخون از کشف شبهات. بله کشف شبهات صفحه رو ممکنه در چاپ‌های مختلف این اونور بشه، مطلب رو سرچ کن ببین همین مطلب هست یا نه. این کشف شبهات جلوی من دوستان عزیز نشون بدید. این کشف شبهات است، کتاب کشف شبهات. این کشف شبهات شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب. این کتاب دقیقاً 80 صفحه است. ایشون فرمودن که در صفحه 147 کتاب کشف شبهات 75 صفحه است، با فهرستش میشه 80 صفحه.
بفرمایید. تحت کدوم عنوانه؟ تحت کدام عنوانه، در کدام بابه؟ بله من مثلا براتون ان شاءالله الان دارم جلو هستم میارمش که براتون بخونم. این حالا اون چیزی که آقای انصاری بودا من یادداشت کردم، من این مطلب رو میخونم شما سرچ بزنید. آقای محترم این کشف شبهات این فهرستش جلوی من هست. شما که میگید که کتاب کشف شبهات دارید ازش نقل میکنید، بگید که در کدوم عنوان. الان اینجا عناوینش همش جلوی چشمتون هست. احمد جان شما فقط این فهرست رو صفحه تلویزیون داشته باش. در کدوم؟ من همون براتون میخونم. اول عنوانش رو بگو، در کدوم عنوان؟ من آقای انصاری هفته قبل کامل کتاب جلوم بود اینو نپرسیدی. الان که من مطلب رو تو ذهنم هست حفظ هستم برات میخونم. شما دروغ میگی آقا حمید، دروغ میگی آقا حمید، دروغ میگی آقا حمید، دروغ میگی. کتاب کشف شبهات از 80 صفحه بیشتر نیست. دروغ میگی. 147 صفحه کتاب کشف شبهات محمد ابن عبدالوهاب. دروغ میگی آقای محترم. اگر که راست میگی یا آخرین سوالو میکنم بعد از اون قطعت میکنم، چون که شما آخوندها و شاگردای آخوندها دینتون، مذهبتون، اعتقادتون بر دروغ پایه‌گذاری شده. اگر راست میگی جلوی همه بینندگان میخوای آبروی دین و مذهب و اعتقادتو نبری، عنوان باب رو بگو، اینجا من باز میکنم، مطلب رو ازش بخون. بسم الله. بله این هم راه جدید فرار شماست. من میگم سرچ کن، اگر پیدا نشد شما راست گفتی. نیست آقا، نیست در کتاب کشف شبهات همین مطلب نیست. میگم سرچ کن، اگر راست میگی سرچ کن، اگر راست میگی مطلب رو میخونم سرچ کن. آقای محترم این کتاب کشف شبهات جلوی من است. این کتاب کشف شبهات اینم فهرستش. بگو در کدوم صفحه. من مطلب رو حفظ هستم برات میخونم. اجماع المذاهب كلهم على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أنه كافر مرتد حلال المال و دم. همین تو شامل سرچ کن تو کتاب کشف شبهات. نیست در کتاب کشف شبهات. آقا حمید از حماقت و جهالت تو و قزوینی و آخوندهای امثال شما این است که فرق بین کتاب‌ها رو نمی‌کنید. این در کتاب کشف شبهات نیست، در کتاب دیگری است. حالا من نشون میدم. به خاطر این تکبر و غرورت که نمیخوای که معذرت خواهی بکنی از دروغی که گفتی در جلوی میلیون ها نفر، این نشان دهنده باطل بودن دین و مذهب شماست. من تشکر میکنم از شما. تشکر از شما. این مطلب در کتاب کشف شبهات نیست و این آقا داره دروغ میگه. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام دارم خدمت این مخصوص بزرگ آقای دکتر لطفی پشت صحنه. سلامت باشید. خیلی مختصر برادر عزیز. خیلی مختصر میخواستم از خدمت از درستان بوکان میخواستم خدمت آقا حمید عرض کنم. یعنی باید ما 10 دفعه هم صرف کنی ایشون جواب نداره. همان کنه که استاد خان آقای استاد آیت الله قزوینی بس کن مال بوکانو میگم. همشهری من اسم آقا ابوالفضل 3 برنامه 2 هفته طول کشید. یه چیز فقهی ازش خود تو مانیتور می آورد. شما هم زحمت کشیدید تو تا برنامه آوردید. آیت الله قزوینی صفحه روبروش بود، از احتیاط خبری بود. خوب یادمه چیزی بود از احتیاط خبری نقل میگه، میگفت نه ایشون آقای فلانی گفته. آقای ابوالفضل بهش گفت بابا من کتاب دستمه. آقای آیت الله قزوینی دوست دارم داره رسول کنه. آقا همین خوب گوش کن دور ولایت. هر 3 روز من از بوکان زنی میزنم. به خاطر اینکه مشترک نمیگم فلان و فلان. اسمان ترک حالا من عربی بلد نیستم. نوشته بود احتیاط خبری از احتیاط نکنید. اگر اشتباه کمکم کنید انصاری فکر کنم کتاب نمیدونم چی بود همیسا شما مزاحم میشی. آقای کیانی میگفت یا گفتم از آقای توسی چه خبر. شما جوابی میخوای که تو دهنت بخوره. آقا همین آبروی خودتو بردی، شبی آبروش نرفت، شما آبروتون نرفت. آقای رسایی پایین مکتب تبا تبه الان باورتون تو هیچ شبکه اجازه بهش نمیدن. آقای
یعنی اینا زن و بچه ندارن. آقا سیامک، یعنی برادری، آقا سیامک برادر عزیز، آیا بی حیاتر از آخوند شما در زندگی کسی رو دیدید؟ آخه آقای انصاری خدا شاهد من تعجب میکنه، یعنی این برادر خواهری دوست اینا میگن که همین تو اینو گفتی، آخه یه بار دروغ، دو بار دروغ، سه بار دروغ، آخه زشته، والله زشته. از خداوند میخوام که خدا میگن خیلی قشنگه، قشنگیش تویه. باور کن ما آذربایجان غربی است، ما نمیدونم بلدیانه تو ارومیه کامل داریم، بیشترشون مال تشیعات، ولی واقعا الان شیعه شدن، شیعه بودن ولی الان شیعه علی شدن. یعنی باور کن من پسر خاله خودم مدعی بود، البته فقط اسمش میچشمشو میگم، اسمش زفر بود، تو مسجد خطیب این آدرس میدم بذار نگم دروغ میگه، تو ارومیه خیابان شاپور سابق از مرکز میگذره یه مسجدی اسمش مسجد خطیب. حالا دوستان ارومیه میدونن کجا میگه. باور کن 5 سال مدعی بود، الان 6 سال برگشته. درست. تشکر از شما آقا سیامک. سلامت باشید. آقا حمید میسپارم دوستان خودش آقای قزوینی که به ما شهروندان کار دوست برنامه بهمون البته دروغ نگو، خدا برداری کرد. خدا حافظ و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. آخرین تماس رو میگیریم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بنده محمد هستم از لارستان، از زادگاه شهید بیایی. آقا محمد بزرگوار بفرمایید. الو سلام علیکم. تشکر میکنیم از آقا محمد بزرگوار. تماس دیگری هم بگیرم جناب استاد با اجازه شما. بعد سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. وصال حق. وصال حق. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از کردستان عراق زنگ میزنم، دهوک. از کردستان عراق. بفرمایید برادر عزیز. والا وای خواستم تشکر کنم از این برنامه خوبتون که واقعا ما موقعی که ایران بودیم، ما آواره بودیم اونجا، ایران بودیم، وقتی که اونجا بودیم اصلا ما هیچی از دینمون نمیدونست. یعنی ما هم وقتی که خدا شاهده، حتی وقتی که می‌خواستیم مثلا بلند بشیم، حتی که بچه میگفتیم یا علی، یعنی استغفر اینو میگفتیم، نمیدونستیم اصلا. اومدیم وقتی که اومدیم عراق، برگشتیم کردستان عراق، تازه فهمیدیم اصلا دینمون چیه، سنیت چیه. این بیشورا، این آدمای واقعا از خدا نمیترسن اینقدر، اصلا نمیدونم چی بگم به اینا. زنده باشید برادر گرامی، الله مطال حفظتون کنه. تشکر. فقط یه چیزی دیگه هم خواستم بگم، واقعا من این به سوال حق و اینا رو نگاه میکنم، یعنی وقتی که حوصله‌ام سر میره، وقتی این برنامه رو بذارم فقط به این آخوندا میخندم، واقعا یعنی خیلی کیف میکنم که کانال رو نگاه میکنم. اینقدر بدبختن، اینقدر ذلیلن، اینقدر دروغ میگن، اصلا خجالت نمیکشن از خودشون. به خدا فقط من بهشون میخندم، وقتی حوصله ندارم این کانال رو نگاه میکنم فقط بهشون میخندم. درست. تشکر از شما برادر عزیز، الله متعال کنه. زنده باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. جناب استاد در خدمت شما هستیم. مطالب آقای محمد از یزد بودند که مطالب گفتن. اولا گفتند که در صحیح بخاری اومده که زمین مسجد النبی علیه صاحب الصلاة و السلام گفتند که قبرستان بوده. گفتن در صحیح بخاری. خب همون صحیح بخاری گفته که در اونجا چند تا قبر بوده. یک خط جلوتر هم میخوندی که چی گفته صحیح بخاری. صحیح بخاری آورده بله این مسجدی که جایی که مسجد النبی هست و مسجد را ساختند یک مخروبه‌ای بود، به اضافه چند تا قبر در اونجا بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادند اون مخروبه ها را کلا جمع کردند، صاف کردند و امر بقبور المشرکین فنبشت، قبرها رو نبش کردند، استخوانان رو بردن جای دیگه دفن کردند و مسجد رو در اونجا ساختن. حالا اشکالش کجا هست؟ نمیدونم اشکالش کجا هست. مورد دیگر گفتند که قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلفا در داخل مسجد هست. اولا که شما گفتید که در داخل مسجد نیست و در خونه بود. بله.
هنوز همون دیوار همون جایی که بودن با دیوارهایی که ساختند، همون دیوارهایی که در اونجا بوده و از طرفی که قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم هست مسجد رو به طرف بقیع توسعه ندادن و حتی به طرف جلو با توجه به توسعه‌ای که الان در حال اجرا هست و از سه طرف دارن مسجد النبی رو توسعه میدن، اما از طرفی که حجره رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و قبرشون هست اینو توسعه نمیدن تا اینکه قبر در واقع در مسجد و در وسط مسجد قرار نگیره. این یک مطلب. مطلب دوم، آیا بالفرض ما قبول کردیم که قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم در داخل مسجد اومده، نه اینکه مسجد رو بر روی قبر ساختن، بلکه قبر بالفرض این که قبول بکنیم که در داخل مسجد اومده، این رو کی انجام داده؟ رسول الله که در زمان خودشون قبر خودشون رو در اینجا حفر نکرده بودن. من این تصویر رو نشون بدم جناب استاد در تایید صحبت‌های شما. این تصویر تقریبی مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم است و این اتاقایی که اینجا می‌بینید اتاق‌های همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله، رسول الله در مسجد دفن نشدند. بالفرض این که ما قبول بکنیم که در مسجد هستند، در زمان ابوبکر، در زمان عمر، در زمان عثمان، در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنان جدا بود و مسجد اصلا ارتباطی به مسجد نداشت. بین قبر و مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم یک دیوار بود، کاملا از هم دیگر جدا بودند. کسانی که این قبر رو وارد مسجد کردند کی بودند؟ بنی امیه بودند. آیا شما به عنوان یک شیعه حرف امام باقر و جعفر رو قبول دارید یا بنی امیه رو؟ مگر شما پیرو بنی امیه هستید؟ بنی امیه یک کاری رو کردند، این شده برای شما دلیل و مدرک. حرف امام معصوم خودتون رو به دیوار زدید چون که فلان امام و والی اموی اومده قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو وارد مسجد کرده. اینم تصویر اگر دوستان نشون بدن در زمان ولید ابن عبدالملک والی بنی امیه در مدینه در سال 88 هجری قبر رو جزء مسجد نکردن، اومدن چهار اطرافش رو دیوار گرفتن، قبر رو کلا معزول کردن و بالاش سقف هم نداشت. سقف نداشت. اومدند به دستور ولید ابن عبدالملک عمر ابن عبدالعزیز اومد دیوار کشیدند روی قبر و قبر یعنی روی کل حجره و به صورتی در اومد که مسنم بود، مثلثی بود شد که کسی نتونه به طرف اون در واقع نماز بخونه. و مورد دیگری که نمی سوال سومشون چی بود؟ و اینم من اشاره بکنم که در زمان سلطان قایتبای در سال 656 هجری این گنبد و بارگاه ساخته شده در اونجا که اینم دوستان میتونن این تصویرشو ببینن. اینو احمد جان اگر نشون بدی. این در سال 656 این سقف رو پوشاندن و در اینجا گنبدی زدن که در اول رنگش آبی بود، سبزم نبود. یعنی اینو تقریبا 600 سال بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم این کارو انجام دادن. آقا محمد غیر از تلبیسی که کرد در روایت بخاری و دروغی گفت در اونجا، از جواب دادن به سوال ما طرفه رفت و گفت که این با آیه قرآن انا بشر مثلکم و این روایت امام باقر و جعفر رو گفت اصلا دروغه. اینا یعنی ائمه اهل بیت دروغگو هستن و آقا محمد راست بود. بله واقعا اگر ایشون نمیدونه حرفشون بالاتر از آقای مجلسی هست و بالاتر از مراجع شیعه هست، بالاتر از طوسی و کلینی و در واقع آقای صدوق هست، خب بیان شیعه از ایشون تازه دین خودشون رو تجدید بکنن. اون مطالبی رو که ما در اینجا آوردیم خود آقای مجلسی گفته بود که صحیح، در چند جا از روایاتش در واقع آورده بود که صحیح است و به اتفاق اجماع نقل کرده بود آقای طوسی که بنا بر روی قبر حرامه و جایز نیست. حالا شما پیرو کی هستید؟ پیرو بنی امیه هستید یا پیرو افراد دیگری هستید؟ این رو باید به شیعیان در واقع جواب بدید. بله. اقبال برادر عزیز گفت که در برنامه تلویزیونی گفتن قرمطیام علی الاسود بردن و محمد ابن عبدالوهاب هم این کار کرد. این دیگه حکومت آل سعود و محمد ابن عبدالوهاب تا حالا هم داره ادامه داره. خب اگر بردن دوباره کی آوردند؟ کی آورد؟ کدوم حکومت اومد اینو از آل سعود و از محمد ابن عبدالوهاب گرفت دوباره آورد و نسبش کرد؟ این خودش یک افترا و دروغه. یعنی کسی که هیچ گونه سوادی رو در واقع نداره و اطلاعات دینی و تاریخی رو نداره میتونه چنین حرفی رو بزنه و بدتر از اون انسان‌هایی که هیچ گونه اطلاعات دینی و مذهبی و تاریخی رو نداشته باشن شاید بتونن تا چند روز فریب چنین انسان‌های جاهل را بخورن، وگرنه انسان عاقل و فهمیده و اهل علم چنین حرفی رو نمیزنه. جزاکم الله خیر. در مورد آقا حمید که بازم اصرار داشت که
ایشون انسان وقتی که آدرس میده باید صداقت داشته باشه در یعنی گفتار خودش، این گونه نباشه یک مطلبی رو از یک کسی دیگر شنیدن نشخوار میکنند و دوباره نقل میکنن. مطلبی که ایشون نقل کردن من در هفته گذشته گفتم، ابن تیمیه گفته، دیگران گفتن، حتی محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه از کتابای دیگه نقل کرده، از متقدمین مذهب حنابلة، از اقناع بهوتی نقل کرده، میگن که این اجماع اهل سنت و الجماعت هست. کسی که یک واسطه رو عبادت بکنه، بر اون توکل بکنه و در حد الله متعال در واقع از اون بیم و امید داشته باشه، این به اجماع کافر هست. وقتی که محمد ابن عبدالوهاب یا هر کسی دیگر بگه که این به اجماع کافر هست، یعنی کسی در این مورد مخالفت نکرده. هم عقیده محمد ابن عبدالوهاب، هم ابن تیمیه است و هم ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت و عموم اهل سنت و الجماعت هست. الان عقیده شیعه هم این هست. اگر کسی بیاد یک کسی دیگر را به غیر از الله متعال عبادت بکنه، بر اون توکل بکنه، از اون امید نفع و ضرر داشته باشه، چون این کسی در واقع مشرک شمرده میشه. در این حرفی وجود نداره. اما اشکال ایشون کجا بود من متوجه نشدم. دوستان اگر این صدا رو بگذارن، چون این شبهه من نمیخوام در ذهن بینندگان عزیز وجود داشته باشه، این تماس ایشون در برنامه هفته گذشته بود. اسم کتاب کتاب کشف الشبهات نویسنده جناب آقای محمد ابن عبدالوهاب، صفحه یالا بخون مطلب رو. بخون مطلب رو. بخون. شما که سند نداری خب بخون بابا، من دارم میگم بخون، از برای خدا بخون. یالا بخون. یا ایوه الناس، بینندگان عزیز، این آقا میخواد از صفحه 147 کتاب کشف شبهات محمد ابن عبدالوهاب بخونه. همه گوش بدید که چی میخونن. بسم الله. من براتون گفتم یک ساعت دروغ گفتم، من جواب دادم. یک ساعت دروغ تو من گوش کردم. یک دقیقه همین جان تو رو به خدا بخون، شعار نده. شما 35 سال شما با این حکومتتون مردم رو فریب دادید با دروغاتون. بخون. عزیز دل برادر، بخون. اگر تو راست میگی بخون. چرا میترسی؟ بخون. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، دقیقاً من یک دقیقه یک کلمه حرف نمیزنم. این آقا میخواد بخونه. بسم الله بخون. الحمدلله. من اولا شما یک ساعت آقا بخون. چرا داری شعار میدی، حرف علکی میزنی؟ بخون. اجماع المذاهب دارم میخونم که اجماع المذاهب كلهم على ان من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم انه كافر مرتد حلال المال والدم. بله، این دروغی بود که ایشون در هفته گذشته در همین برنامه در حضور همه بینندگان گفت. من الان حرفشو کامل پخش کردم. اولا کشف شبهات 80 صفحه بیشتر نیست. هر چاپی رو که میخواین بگردید شاید که از 90 صفحه هیچ چاپش بیشتر نباشه. این مطلب ایشون دروغ میگه، در کشف شبهات نیست. چرا اسم کشف شبهات آورد؟ الله اعلم، تلبیس آخوندی بود. منتها این مطلب رو احمد جان اگر نشون بدید، تقریبا در 13 مورد در رسائل شخصی از محمد ابن عبدالوهاب این مطلب نقل شده. آقا حمید، متاسفانه شما دروغ گفتید، در کتاب کشف شبهات نیست. آنچه که اومده چی است؟ صفحه تلویزیون بیارید. در اینجا میگه که قال الشیخ در باب حکم مرتد و قال فی الاقناع. اقناع کتاب دیگری است. کتاب اقناع بهوتی هست، یکی از کتاب‌های فقهی مذهب حنبلی هست. بله، در یکی از کتاب‌های فقهی مذهب حنبلی، کتاب الاقناع، از اونجا نقل میکنه. و قال فی الاقناع فی باب حکم المرتد فمن اشرک بالله، کسی که شریک بیاره به الله، او جحد ربوبیتی، یا انکار ربوبیت بکنه، او وحدانیتی، یا وحدانیت الله رو انکار بکنه، الی ان قال او استهزأ بالله او رسوله، یا که به الله و پیامبران استهزا بکنه، تمسخر بکنه. قال الشیخ او کان مبغضا لرسوله، یا که بغض رسول الله رو داشته باشه، او لما جاء به اتفاقا، او جعل بینه و بین الله وسائط، یا اینکه بین خودش و بین الله واسطه قرار بده. یدعوهم،
اونا رو دعا بکنه، مثلا بگه ای بوت، ای امام تو به من بده یا فلان بکن مشکل من. و یتوکل علیهم، یا که به اونها توکل بکنه. و یسألهم، و از اونها بخوانه. کفر اجماعا، بالاجماع کافر میشه. همین مطلب و نزدیک بر این در جلد اول صفحه 113 136 و 147 صفحه 147 کتاب رسائل شخصیه از محمد بن عبدالوهاب همین مطلب رو در اونجا فی باب حکم مرتد اجماع المذاهب كلهم على من جعل بینه و بین الله وسائد یدعوهم انه کافر مرتد حلال المال و الدم. کسی که بین خودش و بین الله سبحانه و تعالی واسطه قرار بده که اونها رو ازشون بخواد و این آدم کافر است. این دقیقا همون اگر یک شیعه هم امروز بیاد بگه که والله من اینو قبول ندارم، اونم کافر میشه. هیچ مسلمانی از هیچ دین و مذهبی اینو انکار نمیکنه غیر از مشرکین و کفار. من نمیدونم این چه حماقت و جهالتی بود که این آقا اینقدر اصرار داره. و در صفحه 152 167 177 213 227 234 هم این مطلب اومده. تقریبا در 13 مورد این در رساله شخصی اومده. آقا حمید یک کمی از عقل و شعورت کار بگیری خیلی خوبه. جناب استاد حرف پایان شما. دیگه حرفی باقی نمونده. امیدوار هستم که شیعیان یا دیدگاه امامان خودشون رو که با روایات صحیح و صریح در واقع ثابت شده یا اون قبول بکنند یا اینو قبول بکنند که امامانشون الله متعال کرامت بخشیده و به آسمان برده، یا این خرافاتی رو که شیعیان رافضی و آخوندان رافضی به خوردشون میدن. یکی از این دوتا رو باید انتخاب بکنند. یا شیعه در واقع آقای مجلسی باشند، شیعه صفوی باشند، یا اینکه شیعه علی و امام باقر و امام صادق باشند که با روایات صحیح این بزرگواران ما ثابت کردیم خدمت شما همان گونه که محمد ابن عبدالوهاب و عموم اهل سنت و الجماعت گفته بودند ساختن مسجد بر روی قبرستان جایز نیست. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از تک تک شما بینندگان عزیز گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فرصت دیگر الله یار و نگهدارتان باد و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. جزاکم الله خیر. تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها